بیایم ببینیم برنامه آخر شب من چه شکلی میگذره. اول یه ذره درس خوندم و تکالیفی که عقب انداخته بودم و انجام دادم که حس خیلی خوبی بهم میده، ولی تو این چند روز انقدر تنبلی کرده بودم که نتونستم اونطوری که میخوام درس بخونم. به نظر من باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتونیم به همه اهدافمون برسیم. بعدش رفتم ناخونامو درست کردم که فردا میرم مدرسه بهم گیر ندن، چون که 4 روز تعطیلی بود و منم یه لاک خیلی خوشگل زده بودم، دلم نمیخواست پاکش کنم. بعدش برنامه هفتگیمو چیدم و کیفمو حاضر کردم برای فردا که چیزی جا نذاشته باشم. برای فردا خوراکی حاضر کنیم. برای خوراکی هم اول 2 تا کیک برداشتم و بعدش یه ذره گوجه سبز ریختم تو ظرف و اینقدر بهش نمک زدم که ترشیشو بگیره. اینو معمولا بذارم برای زنگ دومم بخورم که ضعف نکنم. بعدش هم چند تا بیسکویت اورو با شکلات لواشکی گذاشتم تو ظرف. بریم صورتم بشوریم. از این شوینده استفاده میکنم که مامانم خریده. اینجا صورتم با شوینده فومی شستم، چون که خیلی فومش زیاده بعد خیلی کم بذارید به صورتتون. من چند بار زیاد زدم و تمامش رفت افتاد توی سینک و هدر رفتش و من میبینید که همینطور ریز ریز دارم میزنم به صورتم که موقع زیاد نشه. با دستمال صورتم خوش کردم و اینم از شب من.